کسب درآمد از یوتیوب به چه شکل است و یوتیوب چه مقدار پول به شخص یوتیوبر پرداخت میکنه؟ در ادامه ویدیو بیننده باشین. سلام دوستای عزیز، امید که خوب و صحتمند باشین. خوش آمدین به اولین ویدیو از کانال رسا تیوب، مرجع معتبر در زمینه آموزش یوتیوب. دوستای عزیز، در قدم اول میخوایم یک معرفی مختصر داشته باشم از خود و به ادامه از او میریم به ادامه ویدیو و آموزش ها را بخیر دنبال میکنیم. من سمیع الله الیاسی هستم، مسئول شرکت تبلیغاتی رسا و همکار شما در قسمت راهنمایی در کسب درآمد از پلتفرم یوتیوب. و در قسمت اول میخوایم که درباره خود پلتفرم یوتیوب یک معلومات مختصر را با شما در میان بگذارم. اولا ای که پلتفرم یوتیوب دومین موتور جستجوی بزرگ جهان است بعد از گوگل، که افراد مختلف به خاطر ای که جستجو کنند درباره یک موضوعی بعد از گوگل سراغ یوتیوب میآیند و از طریق یوتیوب دانستنی های خود را بیشتر می سازند. و در قسمت یوزرها و کاربرای فعال یوتیوب میتونیم بگوییم که بیشتر از 3 میلیارد کاربر فعال داره فعلا یوتیوب، که به اصطلاح میتونیم برشان بگوییم که 1/3 نفوس تمام جهان کاربرای فعال یوتیوب هستند. و در قسمت یوتیوب فارسی در قسمت میتونیم بگوییم که هرچند یوتیوب فارسی در 5 سال گذشته رشد بسیار زیادی داشته، اما باز هم در رقابت یا در مقایسه با سایر لسانها مخصوصا انگلیسی بسیار فضا خالی است. برای کسایی که در حوزه‌های مختلف بخوای فعالیت کنه داخل این پلتفرم جا بسیار خالی است. و در ادامه قسمت درآمد از یوتیوب است که ممکن است برای بسیاری از افراد سوال باشه ای که درآمد یوتیوب به چه شکل است، ما چطور میتونیم که از داخل افغانستان یا در هر کشور دیگه که باشیم از یوتیوب یک عاید را به دست بیاریم، یک پروفیت را کسب کنیم، که مکمل میخوایم در این ویدیو بر شما واضح بسازیم که دیگر هیچ سوالی بر شما باقی نمانده. قسمت اولی را که ما میخوایم با شما در جریان بگذاریم این است که یوتیوب به ازای هر 1000 بازدید که یک شخص یوتیوبر میگیره برشان یک مقدار پول در نظر میگیره. و قسمت دومی میگه که یوتیوبرها به غیر از اینکه کارشان درآمدشان فقط از بازدید ویدیوهایشان یا محتوایی باشه که از قبل ساخته شده داخل از این پلتفرم، اونا میتونه از طریق تبلیغات هم در داخل یوتیوب یک درآمد اضافی هم به خود داشته باشه. و قسمت سیوم هم در اینجا گفته شده که یوتیوب revenue is in dollars and is passive، یعنی که درآمد یوتیوب به دلار آمریکایی است و به شکل پسیو است. یعنی که اگر ما بر مدت موقتی، فرض مثال بر مدت 2 هفته یا 3 هفته، اگر ما در داخل از این پلتفرم هم فعالیتی نداشته باشیم، بازم درآمد ما متوقف نمیشه. و در قسمت پایینی ما 3 نکته دیگر هم داریم که در قسمت اول گفته میشه که مونتایزیشن یا درآمدزایی کانال به خاطر کسایی که بخواه از طریق یوتیوب به عاید برسن الزامی است و نیاز است برای کسی که بخواه درآمد به دست بیاره در قدم اول باید کانالشان مونتایز باشه یا به درآمدزایی رسیده باشه. که مونتایزیشن کانال یوتیوب 2 شرط داره که باید ما این شروط را برآورده بسازیم، بعدا ما میتونیم که کانال خود را مونتایز کنیم. شرط اولی است که حداقل ما باید 1000 سابسکرایبر در کانال خود داشته باشیم. و شرط دومی هم این است که باید حداقل 4000 ساعت واچ تایم ما داشته باشیم باید از 12 ماه اخیر تا بتانیم امو قسمت YPP یا یوتیوب پارتنر پروگرام را در او اشتراک کنیم. و در قسمت دوم گفته شده که در حقیقت یوتیوبرها از نمایش دادن تبلیغات شرکت ها هست که در حقیقت از این طریق است که اونا میتونه یک عاید را به دست بیاره، که مقدار عایدی که از طریق نمایش دادن تبلیغات هم به دست میاره بستگی به عوامل و فاکتورهای بسیار مختلف داره، مثل لوکیشن بازدید کننده ها، نوعیت ویدیو یا محتوایی که ما تولید میکنیم، نوعیت خود تبلیغات. اینا مکمل فاکتورهایی است یا نکاتی است که
میتونه مختلف باشه در قسمت درآمد کانال ما، در قسمت از اینکه به ازای هر 1000 بازدید چه مقدار پولی را شخص یوتیوبر دریافت کنه. و در قسمت سوم هم درباره پسیو اینکم گفته شده که یعنی که اگر ما به یک مدت زمان موقت هم اگر فعالیت نداشته باشیم داخل فضا، باز هم درآمد ما متوقف نمیشه و ما میتونیم که باز هم از طریق کانتنت یا محتوایی که ما از قبل ساختیم، باز هم میتونیم که ما از طریق او محتوا درآمدی را برای خود کسب کنیم. در این قسمت میپردازیم به این که درآمد شخص یوتیوبر به ازای هر 1000 بازدید چه مقدار پول است. در عموم میتونیم بگوییم که درآمدی که شخص یوتیوبر دریافت میکنه به ازای هر 1000 بازدید بین 50 سنت الی 20 دلار آمریکایی است که نظر به فاکتورهای مختلف میتونه تفاوت داشته باشه. و به خاطر از اینکه ما بهتر این موضوع را متوجه شویم، خوب است که ما دو اصطلاح مهم یوتیوب را باید بفهمیم که او عبارت است از CPM و RPM که CPM مربوط میشه به Cost Per Mile یا هزینه‌ای که کمپانی ها یا شرکت ها پرداخت میکنه به یوتیوب به خاطر از اینکه تبلیغاتشان را در داخل پلتفرم یوتیوب به بازدید کننده ها نمایان بسازه که از این مقدار پول 45% این میزان پول مربوط میشه به خود یوتیوب و 55% یا باقی مانده از اون مربوط میشه به شخص یوتیوبر که در محتوای خودشان تبلیغات این کمپانی را به نشر میرسانه یا او را منتشر میکنه. و قسمت RPM که RPM مخفف Revenue Per Mile است که متعلق است به مو 55% سهم یوتیوبر که در واقع Revenue Per Mile به معنی درآمدی است که شخص یوتیوبر به ازای هر 1000 بار نشر تبلیغاتی که انجام میده دریافت میکنه. و به خاطر از اینکه ما بهتر متوجه شویم کسب درآمد از یوتیوب را به ازای هر 1000 بازدید، خوب است که به این 5 فاکتور مهمه که میتونه بسیار تاثیر زیاد داشته باشه در قسمت درآمد از یوتیوب توجه کنیم. قسمت اول که است میگه که مهمترین فاکتوری که برای کسب درآمد از یوتیوب مهم است موضوع کانال یوتیوب ما است. در یوتیوب سیستمی که وجود داره به این شکل است که ما در یک کانال نمیتونیم که تاپیک ها یا موضوعات مختلفی را درباره‌اش ما کانتنت تولید کنیم یا محتوا تولید کنیم و داخل کانال خود به نشر برسانیم. و فاکتور دومی متعلق میشه به کشور بازدید کننده های ما، یعنی که ای که بازدید کننده های ما از کدام کشور کانتنت یا محتوای ما را تماشا میکنه بسیار یک موضوع مهم است در قسمت کسب درآمد از یوتیوب. افرادی که از داخل کشورهای مثل افغانستان یا ایران وقتی که محتوای ما را بازدید میکنن، شخص یوتیوبر از طریق این افراد درآمدی ندارن، به این خاطر که برای اینا تبلیغاتی هم نشر نمیشه و به می خاطر است که اونا درآمد هم نمی داشته باشند. و عامل سومی که است سن و جنسیت بازدید کننده های ما است، ای که اونا بین کدام سنین هستند و جنسیتشان آیا مرد هستند زن هستند. این هم میتونه که تاثیر خود را داشته باشه در قسمت کسب درآمد از یوتیوب. و عامل چهارمی که میتونه در قسمت کسب درآمد از یوتیوب بسیار مؤثر و مهم باشه قسمت یوتیوب شورتس است که یوتیوب کست محتوایی که ما او تولید میکنیم کلا به دو بخش تقسیم میشه که قسمت های ویدیوی لانگ است یا دراز مدت است و دومی که از قسمت ویدیوهایی است یا کانتنتی است که به شکل شورت یا کوتاه است که هم میتونه در قسمت درآمد از یوتیوب بسیار یک نکته مهم و اساسی باشه. و قسمت پنجم یا قسمت آخری در قسمت کسب درآمد از یوتیوب درآمدهای اضافی هستند مثل سوپر چت و یا سوپر استیکرز است که میتونه ای هم در قسمت کسب درآمد از یوتیوب یک موضوع بسیار زیاد مهم باشه. و این بود از مکمل نکاتی که در قسمت کسب درآمد از یوتیوب بتونه بر شما یک مورد مؤثر و مفید باشه و تشکر از شما که وقتتان را سپردین به ما. و اگر شما میخواین که از داخل افغانستان یک عاید را از طریق یوتیوب به دست بیارین، میتونین کانال ما را سابسکرایب کنین تا بتانیم برتان یک تاثیر مثبتی را خلق کنیم.